سلام علیکم یارو دوستان محترم هواداری کانال. خیلی که دیدی استاده این سالن ماشین گیلم شوشته استاده هستن و مانند من شخصیت هایی که ماشیناشون اون چیزی نیتا میکشونن بوی میکنن یا اینکه سال دراز خربوز و تربوز میکشونن یا که پمیدار میکشونن مثلا یا که هر چیزی که میکشونن مثلا سالاناشون چرکی میشد. برای شما تا دوستای ارزانکار یافتیم در منطقه سامانیان با مردم منطقه یکم چسکر در نظر دارم. کسانی که میخواهد که علاقه تیرما هم شده ماشین برای زمستان برای تازه نگاه داشتن میخواهد درنش شوید نمینه در گذار شوید میتونید در نبور من رقم تلفن میگذارم جایش انیخ میکند زنگ زده اومده وقتی خولگی یافته ماشینای هم خیلی گله میشه چی خولاشه پتلاکشه برکار شود و هر جایی که همون جایی میششتگی است میتوند اومده شستشوی کنید ماشین دوستان. دوستا هم میکند هم میشید هم میشستند دوستان. اونم یه روز پیش چیزی کشوندیم بویش گم نشد همین خاطر خسته همین سیدینوی کندیم و نرخی دسترس همین چیزی میشویانیم دوستان. ها گپ به درازا نمیکنم رقم تلفن در روی اکران میگذارم توافق میکنید ماشینتون چگونه است نرخ و نواشه و اینچنین گلیم های قولین دارید خوشی شوشتن دارید در کانال یا که در نزد خانه‌تون کرانچه میتونید آورده هم خیلی گلیماتون هم نیست شویانه دوستان. گلیم شویی هم سودا میزند هم شامپون قاق میکنند حقش میگیرد دوستان. خیلی نرخ اینم توافق میکنید با همراهی همین شخصی که به همین کار وابسته است. دوستان خیلی نشی همیشون کفت میزنم این یک خطی مخصوص و شامپوی خوشبو نیست چون که سالانتون یک مدت خوشبوی است خوشبوی هم میزنم. هر باقی سربلند خانواده باشید. ویدیو به شما پسند دارد حتما فکر و اندیشه خوبی خود گذاره دوستان. ما هم میخوایم که یک مشکلی شما برطرف شد که ویدیو نره رفتیم پیسته همین منطقه سامانیون و میتونید آموده شروعنید باقی سربلند و خانه آباد باشه.